تصور کن روزی فرا برسه که یک نفر با قدرت‌های فراتبیعی دنیا رو تسخیر کنه. کسی که نه انسانه، نه شیطان، بلکه دجال هست. اما دجال واقعاً کیه؟ یه اسطوره است یا حقیقتی نزدیکتر از اونه که فکر میکنی؟ لایک رو بزن و آماده شو برای یه حقیقت عجیب. در روایت‌های اسلامی دجال موجودیه که در آخرالزمان میاد، یه چشم داره و با فریب مردم ادعای خدایی میکنه. توی مسیحیت هم از ضد مسیح گفته شده که قراره در آخرین روزها ظهور کنه. همه میگن قدرت‌هایی عجیب داره، با دستش بارون میاره، مرده زنده میکنه. اما پشت این قدرت‌ها چیه؟ مکان زندانی بودن دجال کجاست؟ بعضی‌ها میگن دجال الان هم زندانیه، توی جزیره دورافتاده یا توی دریای شام. روایت‌هایی هست از همراهی شخصی به اسم تمیم داری که با دجال ملاقات کرده و دیده که به زنجیر کشیده شده. اما چرا هنوز بیدار نشده؟ یا شاید شده و ما خبر نداریم. اگه دجال فقط یه فرد نباشه چی؟ اگه یه سیستم باشه، یه رسانه، تکنولوژی یا حتی یه قدرت جهانی که ذهنمون رو تسخیر کرده. شاید دجال همین الان هم بین ماست. فقط ما متوجهش نیستیم. یه نماد مرموز همیشه توی تاریخ تکرار شده. چشم درون مثلث. بعضیا میگن نشونه‌ای دجاله، نمادی از نظارت همیشگی و فریب پنهان. ولی آیا واقعاً یه نماده؟ یا پشتش چیز دیگه ای هست؟ دجال یه حقیقتیه که در روایات اسلامی به وضوح ازش صحبت شده، موجودیه که در آخرالزمان میاد و خیلی ها رو گمراه میکنه. حالا که میدونیم قراره بیاد، باید هوشیار باشیم. چون فقط کسایی نجات پیدا میکنن که ایمان و آگاهی داشته باشن. و در نهایت این فتنه بزرگ به دست مهدی موعود، منجی آخرالزمان، نابود میشه. همونطور که وعده داده شده، نور حق تاریکی فریب رو میدره. نظرت درباره دجال چیه؟ به نظرت یه شخص واقعیه یا یه نماد از چیزی بزرگتر؟ توی کامنت ها بنویس. اگه دوست داری رازهای بیشتری رو بدونی، لایک کن، سابسکرایب یادت نره و زنگوله رو هم بزن. تا ویدیوی بعدی رازگاه، خداحافظ.